درود رفقا، حالتون چطوره؟ من علیم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون یعنی فرمات آموزی. آقا امروز هم اومدیم بریم تو مینی چت برای هموطنامون بخونیم، انرژی مثبت بدیم و خب ببینیم چی در انتظارمونه. این قسمت براتون آهنگای جدید اد کردم، یه سری میکس آهنگ میخواتون یه سری میکس آهنگ میخوام براتون بذارم که اصلا نگم برات، خیلی قراره باحال باشه. و خب قبل از این که بریم سراغ ویدیو، یادتون نره که حتما این ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید تا اولین نفری باشید که زمانی که من ویدیو گذاشتم میاد و ویدیوها رو میبینه. بچه‌ها اینم بهتون بگم، قضیه سابسکرایب کردن رو لطفاً سابسکرایب رو بزنید. مثلا میگم ویدیو 30 تا 40 تا 60 تا ویو میگیره، بعد مثلا از اینا هیچ کدوم سابسکرایب نمیکنن. برای شما یک کلیک دیگه اینجوری میزنی سابسکرایب میکنی، میزنی لایک میکنی، دیگه این کار یک ثانیه است، حتی یک ثانیه هم شاید از یه لحظه فقط میزنی سابسکرایب میکنی، یه لایک میکنی، ولی برای من خیلی انرژی مثبتیه و واقعا من انگیزه میده. دیگه فکر کنم خیلی حرف زدم، بزنیم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. فکرشم نمی کردم اینجوری بذاری بری، هنو نیومده توی قلبم، هنو فرداش مسافری. برو ولی جایی نگو از من دیوونه خبر داری عزیز. حالا که آلودت شدم چشاتو میبندی میخندی یه ریز. تنگ دلم پاشو برگرد دوباره، تو عاشقت شدن تمومه، رفتی کف یوتیوب. ببین بدبخت شد. سلام داشت. سلام علیکم. چطوری؟ خوبی؟ قربونت، شبت بخیر. دوست داری بردانگ بخونم؟ بخون یه چی بخون، سرباز واسمون بخون. جمع از حالا دیگه داشت حرف میزد بنده خدا. منو ببخش، شما این گاوه. من مردم، تو رو از پیشم بردم، منم شدم سربارت، از هر کی بگی خوردم. الان نه میفتی یاد من وقتی که دیره، میفهمی نمیتونست شب واسط بمیره. یه چند ماه که بگذره میفهمی از تو سیره. نوکرتم عشق من، شبت بخیر. سلام داشت، چطوری؟ حالش خوب نیست. چه خبر؟ توان صحبت کردن نداره. دوستایی بردانگ بخونم؟ بزن. خیلی بلد نیستم خب، ولی خب تلاشمو میکنم. فکرشم نمی کردم اینجوری بذاری بری، هنو نیومده توی قلبم، داشت مسافری. برو ولی جایی نگو از من دیوونه خبر داری عزیز. حالا که آلودت شدم چشاتو میبندی میخندی یه ریز. اوکی داشت، دوست داشتی؟ عالی خوندی داداش. نوکرتم عشق من. صدا هم داره. سلام. چطوری؟ علی یه سوال، من گاوم، این داشت خاگج میخورد؟ من خوبم. چه خبر؟ دوست داری برات آهنگ بخونم؟ دوست داری برات آهنگ بخونم؟ آره حتما. زیاد بلد نیستم، مسخرم نکنی، بهم هم نخندی. اوکی بریم. از حالا دیگه من مردم، تو رو از پیشم بردم، منم شدم سربارت، از هر کی بگی خوردم. الان نه میفتی یاد من وقتی که دیره، میفهمی نمیتونست شب این واسط بمیره. یه چند ماه که بگذره میفهمی از تو سیره. تقدیم شما.
صدات واقعا خیلی قشنگه. خیلی ممنونم، زیاد لطف قشنگه. دارین. ممنونم، مرسی. امیدوارم واقعا موفق باشی. ممنونم، مرسی. میخوای پیج اینستامو بدم؟ اونجا هم کارامو میذارم مگه دوست داشته باشی. حتما. دیدین؟ کورم. سلام، چطوری؟ صدات خیلی کم میاد. میگم مرسی، خوبم. تو خوبی؟ قربونت. دوست داری بعدا بخونم؟ آره. فکرشم نمی کردم اینجوری بذاری بری، هنو نیومده توی قلبم فرداش مسافری. برو ولی جایی نگو از من دیوونه خبر داری عزیز. حالا که آلودت شدم چشاتو میبندی میخندی یه ریز. آخه تو که خیلی خفنی، چرا میگی صدام خوبه؟ خیلی ممنون. اگر خواننده خاصی مد نظرت همین الان تو کامنت ها بنویسید این ویدیو رو هم لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، خیلی بهمون کمک میکنه. سلام ارشد، خوبی؟ خوبین شما؟ شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. دوست داری گیتاریستی؟ خب بزن گوش کنیم ببینیم. کی با یه جمله مثل من خب الان من یه چی بگم بعدن علی یه چی میگه. خب برادر من گل لغت نمیکنه که داره میخونی، یه دقیقه اون لحظه های آخر است رفتم پشیمون کنه. دلگیرم از این شهر سرد، این کوچه های بیابون. وقتی به من فکر میکنی حس میکنم از راه دور. یه چیزی بهتون بگم در رابطه با این آهنگی که الان خوندم، این تقدیر شادمهر. اولا اینکه آکورداشو یادم رفته بود بدا همینجوری زدم. بعدم اینکه صدای آقا داشت برای من با تاخیر میومد. من همینجوری که میخوندم صدا تو گوشم قاطی پاتی میشد. این که بتونم یه خورده ای تیون بخونم، رو گام بخونم سخت بود. اگر جایی بد خوندم ازتون معذرت خواهی میکنم. خب بچه‌ها دمتون گرم، مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراه من اومدین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم به هیچ عنوان فراموشتون نشه و زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنین که اولین نفری باشین که زمانی که من ویدیو رو گذاشتم میاد و ویدیو رو میبینه. نفسم گرفت که چطوری بخوام جمله‌مو تموم کنم. این اینستاگرام های من هم اینجا بالای صفحه میاد، یادتون نره اونا رو هم فالو کنین. نگاه تو وسط ویدیو خودتو ختنم بکنی، من اینستا آخر ویدیو نمیذارم، وسط ویدیو میذارم. و خب اگه آهنگ خاصی مد نظرتون هست حتما تو قسمت کامنت ها بهم بگین تا اونم به آهنگو اد کنم، اضافه کنم و اونم از قسمت بعدی بخونین. عاشقتونم و تا ویدیو بعدی میبینمتون. پیس.